سومین چیز این بوده که ما بیایم یه سیستم دایر کنیم که این سیستم بتونه از شامل سطوح مختلف باشه و نهایتاً بیمار که از یک یا جمعیت که میخواد از این خدمات استفاده بکنه از یه نقطه وارد شده تا نقطه نهاییش در رابطه با نیازش بتونه حرکت کنه و خدمات مورد نظرش رو یا مورد نیازش رو بگیره. چهارمین و مهمترین چیزی که به اصطلاح اتفاق افتاد این بود که گفتن این مثلا من بیشتر این جمله رو به کار میبرم، گفتیم ما سیستم بهداشت درمان ما در اون موقع مثل یه آدم خوش لباس میمونه که کراوات قشنگی بسته ولی کفش نداره. تو روستاهامون که اون موقع 70% جمعیت مملکتمون در روستا بود و مولدین ما در روستا بودن، هیچ امکان خدمات بهداشت درمانی وجود نداشت منتها جز این که در مسیر جاده ها مراکز بهداشت درمانی گذاشتن که وقتی که آقا وزیری به مقامی میره میگن آقا اینجا خلاصه یه چیزی معمولا برای جاده میذاشتن ولی روستا خودش مثلا ممکن بود 1 تا 5 کیلومتر فاصله داشته باشه به این مرکز بهداشت، ولی معمولا در مسیر جاده ها این مرکز بهداشت درمانی رو مستقر میکردن. خب در حقیقت عمق روستا و جایی که جمعیت بودن از مراکزی بر خدمات نمیگرفت که در اون صورت به نظر من بهترین و مهمترین پیشنهاد ایجاد خانه‌های بهداشت بود در روستا که اداره بشه از 1-2 نفر کارمند محلی که از خود مردم باشه، مردم انتخابش کنن، با مردم زندگی کنه و به مردم خدمت بده و با مردم کار بکنه و جزئی از اونها باشه. و به همین دلیل یکی از شرایط سختی که ما در شروعش برای انتخاب بهورز میذاشتیم امکان نداشت بهورزی که قرار بود در خانه بهداشتی که اونجا ساخته میشه اگه ساکن اون روستا نباشه یا روستا اقماری نباشه در اون خانه بهداشت یعنی شهر که اصلا بحثش نبود، ما از روستا باشیم و حتما هم در روستایی که خانه بهداشت هست و روستای اقماریش. این یکی از شرط‌های